بعد از سودی اولی ریاست که پرزیدومی سودی اولی ورخوانی سودی تاجیکستان سودی اولی این هم هست که یک بازیچه میشود ولی اون فاکتوری که ورد سودی اولی ما فکر همین نادرست است نمیشه خاطر به رقم ها رو درست مونید همه دلایل ما بودن که همین سود حال میکرد این شهروند نیست هر چندان که زاده تاجیکستان بود این شهروند نیست چون که زاده جمهوری تاجیکستان وای نیست دیدن که بعد از این موافق تمام طلباتی که هست دنیوی باید برای رئیس سود پرزیدنت سود ورخوانی تاجیکستان اینا ما میگذرونیم این مولاتای دو ماه ممکن 3 ماه گذره اینا ممکن است در بین 10 روز بینن پس از این وقتی که ما با همه این حجتایی که هست با وکیلانی خود که در اروپا هستن اروپا برای تاجیکستان این قسم اروپایی حساب نمیخورد و КПЧ это комитет по правам человека комитет حزب انسان در نزد آن و در حمایت انسان که در آنجا مثلا که صدها مراجعتنامه توجیه‌ها اونجا هستند آنها هم انتظار این هستند که در آنجا ما همش میگذاریم همه دلایلی که بود رفتن و اساس این آدمفروشی است فروختن یک شهروند بیگانه به تاجیکستان یعنی هدفتون چی است با این مراجعات ها شما باز میخواید برگردید به روسیه استوریا سوال میتونم من میتونستم در روز اول اومدن همه انتظار بود تاجیکستان که یگان بحث نگذارد من از روز اول گفتم که ملت من در حالت وضعی است ملت من از همه ملت پایمال شده امروزه در دولت روسیه همچون دولتایی که در اسنگ هستند سابق اسنگ بزنم من همین موندم گفتم در حالت تجاوز دختر تاجیک با تورمه پرتافتن ستورادی که پلیس روسیه برآوردن جمشید بردام کردن تاجیک دیگر حالتایی بودن که سودا بودن ندادن مزد کاری اونو نسبت حبسخانه ها پیتکایی که میگم میذاریم زیاد بودن و اگر امروز کرامت شریف در چنین حالت میموند ممکن بعد از 1 سال 2 سال بگید چرا اون خاموش شد برگشتن من معنی ندارد که من برگشتم که یک روسیه دولت زیباست دولت بایترین است من دولت نفقه میگم نه برگشتن من فرماندن اساسا به سابق دولت‌های اسنگی و خودم به رهبریت روسیه به امروزه سیستمی که تاجیک برگشت بسیار مهاجرانی که از روسیه برمیگردن در صحبت‌ها با ما میگن که بودن کرامت شریپوف در روسیه با سودی شهروندان تاجیکستان مهاجران تاجیکستان است اینهایی که برمیگردن نزد شما میبیان با شما صحبت میکنن ملاقات میکنن مشکلشون رو با شما در این جمع در میان میگذارن وا میخریم با قسمای سایتی بسیارشون و قسمای اینترنتی ما جواب سوال کلان داریم همون سوالی که در روسیه بود مرا میزنن مرا میکوبن بلیت مرا اگر خبر به نزدیکی چندین بدبخت‌ها از تاجیکان در روسیه یک فیرما شدن با نام با دستگیری کرامت شریپوف برای برگشتن کرامت شریپوف نرخ بلیت ارزان شد آنها فروختن فریب دادن آنها اومدن ما مراجعتنامه نواری کردیم با ویدیویی این هم گذروندیم با دستی نوشته گذروندیم چرا حکومت تاجیکستان نماینده بعد پیش این کار نگیرید کرامت شریف در خود تاجیکستان است